آموزش ساخت چراغ نفتی کوهنوردی. به یک شیشه مربا نیاز داریم. 3 تا سوراخ روی درب شیشه میزنیم. سوراخ وسط رو یکم بزرگتر میگیریم. برای سوراخ وسط به یک والف تیوب نیاز داریم. والف رو وسط درب میذاریم، با پیست سفت میکنیم. حالا برای تراکم و ایجاد فشار در شعله به لوله مسی نیاز داریم که مثل تصویر به صورت مارپیس در میاریم و خم میکنیم. حالا لوله مسی رو روی 2 تا سوراخ در شیشه قرار میدیم. برای آب بند کردن سوراخ مقداری چسب دوقلو میسازیم و دور سوراخ میزنیم. حالا سوزن والف رو باز میکنیم و یک برش میزنیم. حالا پنبه رو لول میکنیم، با سیم از داخل والف رد میکنیم، نفت رو داخل شیشه میریزیم، در شیشه رو میبندیم و روشنش میکنیم. با داغ شدن لوله مسی فشار هوا داخل شیشه زیاد میشه و با قدرت بیشتری شعله بر میشه. اگه مفید بود سیو کن که آموزشش رو از دست ندی.